بسم الله الرحمن الرحیم. گفت محمد زاهد رو گفتیم صحبت میکنیم و انشاءالله که خداوند این روز ساعت نصیب گردانید و انشاءالله درباره این کثیف و درباره این دعوت صحبت میکنیم. و همچنانی که من دیروزم قید کرده بودم، خانواده رحمانوف میشود که یک سلسله فیلمی حتی از فیلم های خورم و از فیلم های ترکی پلات الندر و از اینها هم زیادتر شوند. اینها یک سلسله فیلم هایی هستند، این جنایت ها و این خانواده و اطراف رحمانوف که خیلی و خیلی زیاد هستند. این یک بگیم که در تاریخ از روی این جنایت ها اینها می شود که کتاب های بزرگ نویست، می شود 100 کتاب نویست از جنایت ها و خیانت های رژیم رحمانوف. خیانت ها و رژیم رحمانوف نمی شود در یک سخن، در یک کلمه جایگیر کنه، برای که خیلی در رشته های گوناگون در تمامی زندگی مردم، در تمامی حیات و ممات این مردم خیانت های بزرگ کردن. این رژیم رحمانوف شاید در دنیا اولین رژیمی باشد که بالای مردمش چنین یک ظلم و ستم انجام داده باشد. هیچ دولت در دنیا به مثل رحمانوف ظالمتر از این رژیم، تروریست و اکستریمیست از این رژیم وجود ندارد. و یگانه رژیمی که در دنیا معروف است در دنیا همچون یک رژیم قاتل و خونخوار، این رژیم امامعلی رحمانوف است در دنیا. و امروز با صبرترین مردم دنیا این مردم تاجیکستان هستند. با صبرترین زحمتی که مردم تاجیکستان میکشد در هیچ دنیا و مثل مردم تاجیکستان زحمتکش مردم وجود ندارد. هم با صبرند و هم زحمتکشند، ولی در برابر همین مردم با صبر و زحمتکش یک رژیم بسیار کثیف خونخوار روبرو گشته است. ما شما در زندگی واقعیت اینه دیدیم. هر نفری که از رژیم رحمانوف صحبت کنی انگشت میگذد، دستای خود زیر دندان میبرد، انگشتای خود زیر دندان میبرد. چگونه یک رژیم خونخوار 99% مردم این رژیم تحمل کرده ایستاده است، با این خشتبار گرسنه‌اش، با این دامادک های دزد و غارتگرش. صاحب محمد زاهد یکی از دامادهای کلان امامعلی رحمانوف است، اولین دامادش است و فرزند شریف فسانش میگفتن، شریف غرق میگن. در وقتش این پدرش خیلی یک انسان غر و یک انسان یعنی خیلی حرامخور و یکی از خویشاوندان امامعلی رحمانوف بودن و بعدا اینها با همدیگر قوزه شدن، با همدیگر خویشتبار شدن. و صاحب زاهد در تاجیکستان با تجارت آرد، روغن، سیگارت و ساختمان و بازارداری و چند نمود تجارت های دیگر که از قبیل سنگ های قیمت بها، از قبیل از جمله دیگر شرکت نقلیاتی و دیگر مسائل خدمت رسانی چی است دارای این فعالیت ها است. صاحب زاهد یکی از قاچاقبران، یکی از نفرانی که در بودجه تاجیکستان
ماهانه زیاده از 10 میلیون دلار تنها یک عملش خطی ضرر میاره. تنها یک عملش خطی. تمام سیگارتی که از جانب افغانستان و تاجیکستان وارد کرده می شود طریق شرکت نقلیاتیش، یک شرکت دارد، شرکت نقلیاتی است، چند تا ماشین دولنگ دارد، ماشین چینایی. هر یک ماشین چینایی زیاده 1000 قطعه سیگارت میبرد، 1000 کراوکه سیگارت میبرد. اگر سیگارت های S1 باشد حدود 2000 دانه کراوکه میبرد. اگر سیگارت پین وارد کنند این حدود 1000 کراوکه میاره. ارزش هر یک کراوکه این در گمرک حدود $100 است قریب تا اکسیز تا دیگرش و حدود ایسه و این دیگرش باشد $180-190 است. زیاده از 10 میلیون دلار باید که باج گمرکی از این واردات سیگارت به بودجه دولت وارد کنند، ولی در یک ماه یک دامادش زیاده از 10 میلیون دلار در جیب خود میزنند. این صاحب محمد ظاهر است که بعد از پشت پنجره بردن غفارسیدای و یک چند نفر دیگر که در اون وقت معاملات رسمی سیگارت تجارت سیگارت تاجیکستان داشتند، این به دست کی میافتد؟ به دست صاحب محمد ظاهر رو یک قسمتش به دست شرکت الکوزای میماند و چند یک که این شرکت گویا رسمی است، این وارد کنندش این است، ولی اساسی وارد کننده اینها کی است؟ صاحب محمد ظاهر است، یکی از دامادهای امام علی رحمان است. در گمرک تماما اینها گمرک نمیکنند دوستانم. تمامی که سیگارت های در تاجیکستان وارد می شود اونها غیر قانونی وارد کرده می شود. در گمرک به رسمیت گمرکی در آورده شده نشدگی هستند. همه این برای غیر رسمیت در آوردگی ها از آن کی هستند؟ از آن داماد رحمانوف است. یک دامادش با یک عملش زیاده از 10 میلیون دلار در بودجه تاجیکستان ضرر می آورد. غیر از این برادرای عزیز، از افغانستان سیمنت وارد میکنند به تاجیکستان. حتی پول سیمنتی که وارد میکنند به تاجیکستان پول گمرک اینا نمیسپاره. غیر از این دوستان، از قزاقستان و روسیه و دیگر آرد وارد میکنند. وقتی که آرد وارد میکنند به قلمرو جمهوری تاجیکستان همچون دکلراسیون ترانزیتی پر کرده می شود. یعنی که جای نقطه آخرانش افغانستان نشان داده شده است. وقتی که زیاده در یک ماه زیاده 1 میلیون دلار در مسئله پرداخت از آرد درآمد میکنند. از آردی که از قزاقستان و از روسیه و از دیگر جا به تاجیکستان وارد میکنند. 1 میلیون دلار. وقتی که اینا به افغانستان دکلراسیون ترانزیتی می نویسانند، فقط در 5 پایان این همچون در ماشین های گوناگون برده می شود. این دکلراسیون به قید گرفته می شود که گویا در همین ماه 20,000 تن آرد یا 30,000 تن آرد به جمهوری افغانستان انتقال داده شد یا 10,000 تن آرد. ولی این آردایی که میگه به افغانستان انتقال داده شد در حدود تاجیکستان به سودا گذاشته می شود، به افغانستان روانه کرده نمی شود. در همینجا زیاده از 1 میلیون دلار در یک ماه از اینجا فایده میکنه. و غیر از این با
شرکت‌های ساختمانی دارد که وقتی که این یا آن خانه اش به سودا نمی رود، سری وقت سودا کرده نمی شود، این یا آن تجار را مجبور می سازد که این خانه ها را بخرد. و غیر از این یگان کارمند انداز یا کارمند کروپسیا حق ندارد که طرف شرکت دامادهای این بدبخت امام علی رحمانوف چی کند؟ نگاه کند. تمام این عملها یک طرف، مسئله بازار ده، یک بازار کلانترین در قرغانتپه در گردش طرف سربند رفتن ده یک بازار ساخته و اول چند مدت دعوت کردن مردم از بازار مرکزی که مردم از بازار مرکزی در این بازار آمده فعالیت کنند، کار و بار کنند در این بازار. ولی مردم نه آمدن، چون از مرکزی شهر دور بود مردم نه آمدن. وقتی که مردم نه آمدن بازار مرکزی را تشکیل کرد زایر، مخصوصا بازار مرکزی را تشکیل کرد سوزان، در داد بازار را در داد. مردم مجبور شدند که در بازار این آمده چی شوند، وارد شوند. بسیار مردمان را مجبورن گرفته به بازار خودشان وارد کردند و اندازهای کلان از این بازارها میگیرند مجبورن و اجاره پولی‌های کلان از این مردم میگیرند و چند بازاری خطای بازار است از این دامادش است. در حصار چند بازاری مردم همین دامادش صاحب محمد ظاهر از دست مردم کشید گرفت و در خود ریگه یک فابریکه یک مردک کشیده گرفته. این مردک الان در خود اروپا قرار دارد و در خود دوشنبه زیاده 10-12 تجار مالش از دست صاحب محمد ظاهر کشیده گرفته شده است. و از همه از یک نقطه دیگر را من قید کنم، صاحب محمد ظاهر یک دختری تاجیک، یک چند وقت پیش همین دختر در آستریا بوده. همین دختر برآمده با زبان خودشان نقل کردن که چگونه این دختری تاجیک بیچاره را به شهروند افغانستان توفه کرده و این دختری بیچاره بعد از چندین سالها با راههای فریب و نیرنگ از دست اون افغان آزاد شده است. چقدر او افغان این دختر را بالاش جبر و ظلم کرده است. غیر از این من میدانم که یک دختری دیگر را تجاوز میکنه، برادرش اعتراض میکنه. وقتی که دختر را تجاوز میکنه برادرش میخیزد میآید به نزد اینها میگوید ظاهرش کی است؟ میگن ظاهرش همین آدم است. اول نه نام یک محافظ ظاهر گرفته میشود، میگه همین محافظ کی است؟ فقط دختر میفهمد نامی هم محافظ میگیرد، فقط نامی هم محافظ میفهمد و منطقه‌ای که در اونجا تجاوز صورت گرفته است در اون منطقه اول میرود میخواهد که پیش همین آدمان برود و از اینها از پرسد که چی حالت صورت گرفته است. با یک قهر و خشم و همینا میرود. وقتی میرود اینها را در همون اتاقشان در همون آفیسشان پیدا میکنند. این همون محافظ را پیدا میکنند. وقتی با این محافظ حرف میزند این صاحب محمد ظاهر میبراید. وقتی این میبراید طرفی صاحب محمد ظاهر میگه که من این عمل را انجام دادم، من بالای خواهری تو تجاوز کردم.
وقتی که میگوید من کردم، این بچه یک دست در دستش یک کارت بوده است. وقتی میخواهد بالا این حمله کنه، این پیستولیت رو میبره در پای همین بچه میزنه. در پای این بچه میزند، همین بچه را گرفته بانیسه میبره و از بانیسه راست امنیت میبره و از امنیت دادگاه میشود. 18 سال همین بچه را برای سوءقصد دادگاهی میکنه. 18 سال همین بچه را تورما میکنه و در تورما همی با سکته دین از دنیا میگذره. با سکته دین از دنیا همین بچه در تورما میگذره. بعد از دادگاه شدنش یک چند ماه پس با سکته دین از دنیا میگذره. در خانه یک دختر یک برادر بوده یا بالای این برادر همین صورت میگیرد و یک رفیق این برآمد با این صحبت ها با ما انجام داد و من خواستم با پدر این صحبت کنم. من با پدرش انجام دادم. این چند وقت پیش بود. دوستان عزیز، نگاه کنید که اگر هر یک نفر شما در جای این برادری که بالاش این عمل انجام گرفته بود، اگر هر یکی ما و شما میشیدیم، چی میخواهیم در اون صورت چی خواهیم کرد؟ آیا هر یک داماد این، آیا هر یک نفر این، هر فرزند این، هر حمایتچی این بالای مردم تاجیکستان تجاوز انجام بده؟ این همون تاریخی دوره ریم نشان نمیدهد که هر کسی که زور بود بالای غلامداران چیکار میکرد؟ تجاوز انجام میدادن. بالای غلامداران تجاوز انجام میدادن. غلام بودن. آیا ما امروز در جامعه تاجیکستان غلام هستیم برای این ظاهری پدرلعنت؟ برای این ظاهری فاحشه؟ برای این نرکمان؟ برای این ابله؟ چرا در جامعه ما چنین یک حالت ها صورت میگیرد؟ یک خبرنگار، یک روزنامه‌نگار پشت اینها تحقیق نمیکنند؟ امروز خبرنگارانی که میگویند که ما مستقل هستیم، آیا در جامعه فعالیت داریم؟ کجاست مستقلیت شما؟ چرا پشت این دلیل ها نمی روید؟ چرا برای مردم تاجیکستان این خبرنگاران این حالت ها را آشکار نمی کنند؟ بعضی ژورنالیستان، بعضی خبرنگاران با پول خریده شدند، بعضی دیگرش با ترس هراس و بعضی دیگرش با خویش و تباربازی و با وظیفه‌گیری و با خاطربینی این صحنه ها را، این بدبختی های ملت را پشت پرده نگاه می‌دارند. دوستان عزیز، این باری اول نیست. ما شما در ماه شریف رمضان دیدیم که یک دختر تجاوز کرده، اون دختر از شرم خود رفت کشون آتش دادن. من شخصا خودم با ژورنالیستان صحبت داشتم. من از ژورنالیستان خواهش میکردم که شما رفته از همین دختر یک مصاحبه انجام بدید تا مردم تاجیکستان از این حال، از این عملکرده های رستم، از این عملکرده های خویشاوندان رحمانوف، خانواده این تروریست، خانواده این قاتل امام علی چی کنند با خبر باشد. ولی یکی از اینها قادر نبودند، جرأتمندی نداشتن که رفته با این دختر مصاحبه کنن. امروز این بدبختی که سر ما و شما آمده است از پریشانی و پراکنده بودن ما و شما است. امروز که این صاحب ظاهر، این کلغف، این ابله، این کدو، این احمق این عملها را بالای ما و شما انجام میدهد، خاطر چی است؟
خاطر آن است که ما و شما در برابر این حرامزاده ها، در برابر این تجاوزکاران، در برابر این بیخودها، این اولادی حرامزاده امام علی شکست خاموش هستیم. این صاحب زایر که یکی از این سالهایی است که در مرگ عمر علی قوت با صاحب شمس الله مبلغ گذاری کرده هستند و حسن اسدالله زاده. این پدر لعنت کثیف، این حرامزاده، این بیناموس بیشرف روزی دراز کارش چی است؟ در یک رستوران است، پیروال اخوتا میگنشه، رستوران شکارچیان، در همونجا میرود، فقط کارش چی است؟ زیناکاری است، مینوشی و هروئین کشی و بنگزنی و یک بنگی هست، اینا همش بنگی هنگی است. کارش این است، کارش دوزی است، کارش غارتگری است، کارش عیش و عشرت است، کارش رسیدن به ناموس خواهر و برادر ما و شما است. در اطراف رحمان و فرزندانش قاتل هستند. این پدر و مادرشون قاتل هستند. اینا را چی در رحمان یک فاحشه، چی رحمان خودش یک فاحشه، چی رحمان یک ابله احمق، چی این آیلشانی، چی دختراش یک ابله فاحشه، چی داماداش یک غارتگر، چی دادر و خواهر اولاد داماداش یک فاحشه دیگر. اینا همه یک اولادی دوست ها هستند. اینها داماد به داماداش همی خیلی دوست هستند. دخترهایش دوست هستند. دخترهایشان از مردها فرق نمیکنند. دخترهایشان هم دوست هستند. ولی من درباره دخترهایشان صحبت میکنم که چگونه دخترهایش دزدی میکنند، چگونه دخترانی دامادهایش دزدی میکنند، چگونه خواهرانی دامادهایش، چگونه دادرانی دامادهایش، چگونه خداهای رحمان رو دزدی میکنند، چگونه دامادهایش دزدی میکنند. این تاجیکستان پاره کردن. اینها دامادش دزد است. دختری قیسینگیلی فلان و بهمدان یزدش مادرش مرغ چرگش این در وظیفه آوردگی ماندگی است. یک نفر میپرسی آیا برادر تو یک در مناسبت با مردم خوب بگی؟ میگن من مرغ رحمانوف هستم، من چرغش هستم، من چوجش هستم. یک نمود خیش تبار با رحمانوف هست که دیگر آخرش هم پیدا نمیکنیم. 7 دختر دارد دیگر. من با دخترش این خیلی فلان این دامادش هستم. خیلی دامادش هست. خیلی خوب. این وطن شما کنید. یک وطن شما تنها نیست کو. این وطن میراثی از رحمان باقی نمانده است کو. میراث خورنده این وطن شما نیستید کو. این مالکیت کشور است. او رحمان فی پدر لعنت تو یک تروریست از عراق اصلیت امروز مردم گرفته است. چی رسد به این زاید پدر لعنتش که امروز بالای مردم میکنند ظلم میکنند. زیاده از در یک ماه تنها از یک عملیاتش 10 میلیون دلار در جیب خود میزند. ارماتور می آوردن همین خیل افوار میکردن، توربا می آوردن همین خیل افوار میکردن، ترانزیت 10 عملیات های دیگر می آوردن همین خیل در برسمیت گمرکی می در آوردن، ترانزیت افوار میکردن، ترانزیت برسمیت می در آوردن طرف افغانستان. این چی گپ است؟ این کشور دروازه دارد ندارد؟ اگر دروازه این کشور در دست 4 تا دوست هست، این کشور را دوزها زدند. اگر قلف کلیدی این انبار شما دست دوزها هست،
پس از شما کفالت داده میتوانید که در شما چقدر در بانکتون پول دارید، در بانکتون چقدر ذخیره طلا دارید. آیا یکی شما میتوانید گفته؟ آیا یکی شما گفته میتونید ذخیره های مالی شما چقدر است؟ انبار شما کلید قلفش در دست دوزها هستند، در دست خارجگرا هستند، در دست چپاولگرا هستند، در دست تروریست ها هستند، در دست قربت ها و تارتنک ها هستند. برای امروز هر یکی ما و شما باید فکر کنیم. فکر کنیم که امروز این تارتنک ها بالای من و شما تارتنیده ایستاده هست. این کژدم ها هر یکی ما و شما را نشت داده ایستاده هست. این ملت از کودک خردسالش تا پیری 100 سالش از این رژیم دیکتاتور و از این رژیم حرامزاده امامعلی رحمانوف چی است؟ جبر دیدن، ستم دیدن. هر یکی مردمی تاجیکستان از این رژیم جبر دیدن. همه مردمی تاجیکستان امروز جبر دیدن. باید برای هر یک جبری که بالای مردم انجام دادن اینا جواب گویند. تمام این تارتنک ها، تمام این کلفت ها، کژدم ها، اژدها را اینها باید جواب گویند. اینها کژدم هستند، اینها اژدها هستند، اینها لعنتی هستند. این لعنتی ها باید جواب گویند. و باید دیگر مقامات هایی که اطراف اینا چرخ میزنید، میدانم که اینجا از مقامات امنیت از پلیس گوش میکنید، ما را خوب گوش کنید. رحمانوف یک چند روز دیگر شاید باقی باشد. خوب گوش کنید. انشاءالله و رحمان ما تمام سعی کوشش ما را بحری برهم زدن این رژیم تروریست و اکستریمیست امامعلی رحمانوف سفربر میکنیم. اینا شما خودتون خوب میدونید، خوب میدونید. اینا به همین خاطر از این رژیم پشیمانی نکنید که ما مردمی تاجیکستان با جانمان فدا شده هستیم. شما خودتون دیدید که ما رهبریتمان شهادت به شهادت دادیم، با جانمان حرکت کرده ایستاده در مقابل شما. ما هر دو طرف پیروزی داریم، ولی شما در مقابل ما کم هستید، هم ضعیف هستید، هم ناتوان هستید. برای یک اولاد تروریست و اکستریمیست و یک اولاد بی خدای بی پدری آقی پدر حیات و زندگی فرزندان و خانواده خود برباد بتیم. از هر یکی مقامات امنیتی و پلیس و دیگر من خواهش میکنم، شما هم وطن دوست هستید، شما هم فرزانه همین زمین هستید. نباید از رژیم تروریست و دیکتاتور که شما خوب از مردمی بیچاره بهتر و خوبتر میدانید که این رژیم تروریست هست، اینا خوب میدانید، از اون پشیمانی نکنید. من باوری دارم که شما پشیمانی نمیکنید، من باوری کامل دارم. من اینا در عملهای شما دیدم و بازم میگویم که هر نفری که از این رژیم حمایت میکند بداند که زندگی خود و خانواده خود چیکار میکند؟ زیر سوال میبرد، زیر عذاب شکنجه میبرد. این مردم به جواب نمیمانند. این مردمی سال 92 95 97 نیست با که بالاش زوم کنید. این مردم هر یک عمل شما را حساب کرده گشته ایستاده است. نکنید خود و خانواده و فرزندان خود شرمسار بگردانید. و انشاءالله دوستانی عزیز، هر یکی ما و شما باید در مقابل اینها مبارزه بریم. اتحاد و اتفاق ما شکست رحمانوف است. اتحاد و اتفاق ما رحمانوف چکار میکنه؟ از بین میبره. این زایرک و پایرک و کلغلتک ها انشاءالله که از بین میرون. و ما و شما فقط اتحاد از دست ندیم، شجاعت مندی را از دست ندیم. انشاءالله که این رحمانوف چی هست؟ ما 10 تا رحمانوف 100 تا رحمانوف تحت همین رژیمش چپا میکنیم.
100 تا رحمان فقط هم رژیمش چپا میکنیم. یک پدرلند، یک موس است، یک بوزک است. این بوزک چی است؟ شجاعتمندی، اتفاق و اتحاد 1000 تا رژیم رحمان رو چپا میکنه. 1000 شبیه رو برای ما شجاعتمندی مردم تاجیکستان 1000 چپا میکنه. انشاءالله برادرای عزیز، هر کسی که در بری ما چدیدن میخواهد، واقعا در میدان آمدن میخواهد، بیایید امروز ما شما رو در میدان دعوت میکنیم. ما امروز میدانی دعوت میکنیم که به مثل میدان رحمانوف است. چگونه ای که رحمانوف در میدان نشان میده، ما هم به مثل همین دجال، ما هم به مثل همین تروریست ما خودمون در میدان نشان میدیم. مبارزه ما بحری اشکن کردنی تروریسم و اکستریمیست است، اکستریمیست است. ما در مقابل اکستریمیست ها و تروریست های خانواده امام علی رحمانوف مبارزه میبریم. مبارزه ما بحری اشکن کردنی این پدیده نامطلوبه که این از سرچشمه گرفته است، از خانواده رحمانوف برای این سفر بر کرده می شود. ما این رژیم تروریست را شکل میکنیم که تا تروریسم از تاجیکستان نیست شود، تا اکستریمیسم از تاجیکستان نیست شود. مبارزه ما بحری شکل کردن رژیم تروریسم و اکستریمیسم رحمانوف است. ما قربان تروریسم شدگی هستیم. مردم تاجیکستان قربان تروریسم و قربان اکستریمیسم شدگی هستیم. ما باید شکل کنیم تروریسم از تاجیکستان. ما باید بر ضد این تروریسم و اکستریمیسم مبارزه بریم. جهان باید در پهلوی ما مردم تاجیکستان بایستد در مقابل تروریسم و اکستریمیسم، در مقابل این خانواده تروریست‌ها و اکستریمیست‌ها مبارزه برد. ما باید امروز مردم تاجیکستان این عمل انجام بدیم. اینها اوباش هستند. اینا تمام جهان میداند، تمام کشورها میداند. اینها اوباش هستند، دوست هستند، تروریست هستند. انشاءالله برادرای عزیز، مرحمت سوالای خودتون را مطرح کنیم. انشاءالله ما و شما انقلاب نزدیک است، انقلاب را انجام میدیم. سر بلندانه من بسیار تشکر میگیرم از جوانمردایی که امروز با ما هستند، از جوانمردایی که امروز جان خود در یک نمیدارند، در میدان آماده شده هستند. امروز توانستند یک جا شدن، اتحاد شدن، اتفاق شدن. من از همه شما تشکر میگم، واقعا تشکر، صمیمانه تشکر میگویم که امروز بحر آزادی این ملت برخیستید. امروز خیستید، گفتید که این ملت زیر ظلم قرار گرفته است، احتیاج به آزادی دارد، احتیاج به حق و حقوق خودش دارد. امروز برخیستید، من تشکر میگویم. امروز درک کردید که این تروریست بالای مردم ظلم میکند و بحر کمک این مردم برخیستید. من از شما تشکر میگویم صمیمانه. و دیگر جوانمردان بیاین دربر این جوانمردان ایستاد شویم، بیاین دربر ما یک جا شویم، بیاین ما یک حرکت هستیم، ما یک مقصد داریم، ما یک هدف داریم. بحری بهبود ساختن وطن عزیز محبوب خویشمان، بحری بهبود بخشیدن زندگی مردم شریف تاجیکستان، بحری آزادی مردم تاجیکستان، بحری برقرار کردن عدالت اجتماعی و سیاسی در تاجیکستان، بحری برقرار کردن حق و عدالت در تاجیکستان. بیایید مردانوار از هر یکی شما من خواهش میکنم، بیایید تن به تن دهیم. به از آنه که ما هر روز سرخم میکنیم در بالا این، هر روز میمیریم، هر روز میمیریم و زنده میشویم، بگذار یک دفعه بمیریم. به از آنه که اشک مادران ما هر روز برای ما گریان است، یک دفعه گریان شود. بیا برای این اشک مادران برخیزیم، برای این اشک طفلکانی که منتظر من و شما هستند، اشک یتیما هستند، برای اینها برخیزیم. بیایید بحری آن زنهایی که حجابشان را از سر میگیرند، آبای چشمشان میرود، بحری اینها برخیزیم. بیا بحری آن خواهرانی که از جانب خانواده رحمانوف تجاوز می شود ولی یک جایی ندارند که بروند، بحری اینها برخیزیم.
بیایید آن مهاجرانی که در غریبی کشته میشوند جسدانشان ماه‌ها در سردخانه ها میستند و فرزندان و زن و فرزندانشان از این جسد خبر ندارند، آبای چشمشان میرود. بیا بهر اینها برخیزیم، بیا بهر آن نفرانی که در غیر قانونی با ظلم و ستم تهمت در پشت پنجره میشستند راه به سوی ما و شما دارد که مردم مظلوم میخیزد تا اینها را آزاد کنند. بیا بهر آنها برخیزیم، بهر همه مردمی که امروز احتیاج به من و شما دارد، به جوانمردی من و شما دارد، به شجاعتی من و شما دارد، به توانمندی من و شما دارد. دوستانم، عزیزانم، بر بخیزیم، یک جا شویم، همدردی همدیگر باشیم، همدلی همدیگر باشیم، همدیگر احساس کنیم، هر کی همدیگر را گوش کرده توانیم. عزیزانم، امروز ما احتیاج به آزادی داریم. مردم مظلوم تاجیکستان به آزادی دارد. در هیچ دولت دنیا دست قانون در ضد دین اسلام نبرآوردند. در هیچ دولت دنیا به مثل انومالی تروریست ترور نکردند ملت. امروز ما باید برخیزیم. دوستانم، عزیزانم، ما میتوانیم امروز تقدیر آینده خود و فرزندان و مادر و پدر خود حل کنیم. ما میتوانیم این وطن آباد بسازیم. ما میتوانیم این وطن بسازیم. دوباره بسازم از وطن. هر یکی من و شما باید با شعارهای سازنده آبادکاری، با شعارهای پاینده سازی این کشور، تاریخ این کشور، ملت، دولت برخیزیم تا ما را همچون ملت، ما را همچون انسان در جامعه داند. دوستانم، عزیزانم، تا که ما را همچون روشن و جمشید میشناسند، تا که ما را سرخم دیگرها میشویم، تا که جیبی من و شما را زایر و پایر و شمسک و پنسک اینها میزنند، تا که آزادک، پازادک، تارتانک، تخمینک، رستمک، سالانک، فلانک، بهمدانک، حسنک، حسنچه و اینا میزنند. عزیزانم، ما هم ملت هستیم، ما هم از این کشور هستیم، ما هم حقی برای زندگی داریم، ما هم انسان هستیم، ما هم فکر داریم، ما هم آرزو داریم، ما هم حقی برای زندگی داریم. ما هم در این دنیا آمدیم بهر زندگی کردن، نه بهر غلامی یک عائله، نه بهر از غلامی در زیر فرمان یک عائله. ما را خداوند آزاد آفرید، ما را زیر غلامی یک نفر نآفرید. دوستانم، عزیزانم، امروز حلقه غلامی، زنجیر حلقه غلامی در دستمان شما است. این زنجیرهای غلامی، خصوصیت و قسمت خصلت‌های غلامی را ما چیکار کنیم؟ از تن دور کنیم. ما هممون مرد هستیم، ما هممون توانمند هستیم. رحمانوف کی است؟ یک دیوس است، یک شرابنوش است، یک التر است، یک فاحشه است. ما میتوانیم. تو فکر نکن دوستم، عزیزانم، شما فکر نکنید که شما یک مردی عادی هستید. نه، شما میتوانید یک مردی جسور شوید. شما فکر نکنید یک جوانی تنها هستید. شما جوانانی زیاد هستید. شما فکر نکنید. ما با شما هستیم، شما با ما هستید، ملت با ما هست، کشور با ما هست، دولت با ما هست. ما این دولت با هم میسازیم. این چی روز است؟ این چی بدبختی است؟ مادری ما تنها به تنها شب جاگه خود بالشتی خود تر میکند از اشک دوری فرزندش در روسیه بالشتی خود تر میکند.
زن و کودک و فرزنداش تنهایی ما زنده به گور انداخته، ما را زنده به گور تقسیم کرده. باید دل ما به خودمان بسوزد. ما اگر دل داریم، ما اگر واقعیت همدیگر گوش میکنیم، صدای همدیگر میشنویم، باید امروز برخیزیم. امروز هر یکی من و شما در عذاب دوزخ گرفتار هستیم. به خاطر ترس دادن ما را، به خاطر ناتوان ساختن ما را، به خاطر ما را از هم جدا کردن، ما را نااتفاق کردن، نااتفاق ساختن، فتنه انداختن، با انگشتان نشان دادن اکستریمیست، تروریست فلان. هر کس که در مقابل رحمانوف این خانواده تروریست ببراید افراطگرا می شود. و فرق ندارد ادیب است، عالم است، دانشمند است، هر کسی که باشد، تا که اینا باید دوام کنند، تا که ما حلقه غلامی در گوش بگیریم. من امروز برآمدم، در بین شما هستم. من از هر یکی شما دعوت میکنم. من وظیفه نمیخواهم. من هیچ در حکومت وظیفه خواستن نآمدم. من آمدم که مردم مظلوم باید یک رنگ زندگی کنند. باید این حق مردم گرفته نشود. بیایید یک دست شویم. بیایید جوان مردا همراه ما هستند. بیایید با این جوان مردا یک جا شویم. بیایید با این توانمندی و با این بزرگی، با این حشمت خود در مقابل این تروریست حرکت بکنیم. این قدرت توانایی در ما و شما داریم عزیزانم. منم به مثل شما یک نفر هستم، یک انسانی عامی هستم. امروز مسئولیت حس میکنم. در بین شما آمدم گفتم من این مسئولیتی من و شما است، این مسئولیتی برادری من و شما است که اینو باید انجام بدیم. گرچه قربان میشویم، گرچه عذاب بالا ما می آید، گرچه قیندی بالای سری ما و شما می آید، نوابسته از این، نوابسته از همه ظلم و ستم رحمان که بالا یک نفر انجام می شود، بیایید یک جا شوید. اگر امروز من این سنگ یک تنها بردارم، شاید این سنگ وزنش به من ضرر بیاورد. وقتی ما یک جا شویم، به هیچ یکی ما و شما ضرر نمی آورد. ما با هم قوت و نیروی توانمند هستیم. ما در تنهایی یکی ما و شما را میکشند، یکی ما و شما را نابود میسازند. کیسه هر یکی ما تنهایی کیسه من و شما را غارت میکنند. کسی از من و شما حرف زدن نمیتوانه. چرا حکومت رحمانوف در مقابل من و شما مبارزه میبرد؟ در مقابل من و شما رهبری ما و شما را میکشد. به خاطر چی؟ به خاطر اتحاد ما به دست نیاریم. باید ما پریشان باشیم، باید پراکنده باشیم برای حکومت تروریست، برای حکومت اوباش رحمانوف. پراکنده شوی این ملت، این دولت در کار است. این اوباشان رهبری ما را خاطر کشتن که ما و شما را اتحاد ساخته ایستاده بود. ما مردم مظلوم تاجیکستان یک دست ساخته ایستاده بود که با یک دست و با یک حرکت به پیش حرکت کنند. ولی امروز شاگردان این مردی بزرگ، شاگردان این شهید راهی الله حاجی عمر علی قوت و خدا رحمت مغفرتش کنه، پدرش رحمت کنه برای این در مبارزه این دجال خیستنش. امروز ما و شما را سرجم کردن. امروز توانیستن این شاگردان را به بایدی رسانند که در مقابل این دجال حرکت بکنند. از هر یکی شما من خواهش دارم که امروز در مقابل این دجال، در مقابل فرزندان این دجال، در مقابل دامادهای این دجال برخیزید. انشاءالله من و شما میتوانیم. توانمندی داریم. ما و شما پیروزی ما نزدیک است. انقلاب ما و شما نزدیک است. ما و شما انقلاب انجام میدیم. مرحمت دوستان، سوالاتتون مطرح کنین. انشاءالله به سوالاتون جواب میگردونم. مرحمت برادران.
در آن شراف‌الدین گدایف همچون رهبر یک چند دقیقه منتظر شوید چون که کانال بسته است. اگر که مدیراتور رو شنیده باشین کانال را باز کنین بچه ها سوالات خود مطرح کنن. تشکر. سلام علیکم اکرم شراف‌الدین. کشتاری جمعه قوات در گردن سهراب تورایف موندن چی گپ ایمه فهمونده امیره همه گوش میکردیم از سر هم هستم. چی بگو؟ همون گپ چیه؟ گپی که اکوبون نشگه بوک زیم رفته است. سلام علیکم محترم شراف‌الدین. همین چند روز باز گوش میکنم میفهموندید که التماس همین وظیفه ما چی کار کردن است. این تشویقات اگیتاسیا من شخصا برده ایستادم چی کار کند همین آدمانی که از همین زیلوبا جمع شدگی گروه 24 با چی کار انجام دهند برای به مقصد رسیدن. رحمت. سلام علیکم. یه سوال دارم. همین نمیشه همین تحصیل کنیم که بخدا بیدوشیم همین چی همین عملتون تحصیل کنیم که را تپا کداف کنیم تحصیل که بخدا بیدوشیم همین سرگرمی طرف های مسکو بیدوشتگیم همین را بالا کنیم تحصیل کنیم نمیگم تو تویستون بچه‌ها یک سوال یک جواب بازی 10 سوال میتین ای خاطر شما میبرن که کدام سوال جواب تین التماس میکنم برادر جانو یک سوال استاد یک جواب میتین مرحمت کن استاد. برادر عزیز اون چیزی که در رسانه و پخش شده است یا اینکه در رسانه سامانه رادیو آزادی و از اونم از یک سامانه ترکی گرفته شده است و این منبع من فکر نمیکنم که درست باشد چون که شما میدانید که در رسانه های تاجیکستان و در وسایل اخباری های تاجیکستان بحری نااتفاق انداختن یا اینکه یک فتنه انداختن چون این یک اخبارات را پخش میکنند اگرچند که این ادعای سلیمان است و قیوموف سلیمان است و این اساس شده نمیتواند
و اون چیزی که فکت است و دلیل است دلیل اساس شده میتونه. و اگر که نسبت سهراب تورایف یگام دلیل می داشتن علاقه سهراب تورایف بازداشت میکردن، ولی بنابر سببی که دلیل نداشتن و اینا آزاد کردن. و در اینجا گناهکاری اصلی خودی تشکیل کننده یکی از تشکیل کنندگانش که است در حدود ترکیه این سلیمان است و نقش اساسی هم بازیدگی است و فرمایشگر این خودی رحیم رمضان است و فرمایشگر این همه خودی امام علی رحمانوف است پیش از همه و مبلغ گذارندش خودی حسن اسدالله‌زاده و صاحب شمس الله و صاحب محمد ظاهر هستند. و در اینجا تماما دست مقامات حکومت تاجیکستان و دست مقامات های مربوطه حفظ حقوق است که به واسطه این عمل تشکیل کرده است و انشالله از حکومت ترکیه امیدواریم که در روزهای نزدیک صادقانه عامل های این جنایت برای مردم ما پیشنهاد بکنه، گرچه که ما میدونیم که فرمایشگرش کی است و بازم رسما منتظر این جواب هستیم و انشالله که بازم در اون وقت ساعت حرفای خودمون ارائه میکنیم. در مسئله برادر چی باید در این نفرانی که در زیلا نشستن انجام بدن؟ پیش از همه نفرانی که خفی هستند، نفرانی که واقعا توانمندی دارند، واقعا میتوانند در مقابل رژیم تروریست و دیکتاتور مبارزه برده توانند، واقعا در میدان خشونت دیدن میخواهند، در میدان خشونت دیدن میخواهند، اینها علاوه برایند انشاءالله با اونها صحبت‌های علاوه انجام میدیم. و نفرانی که در پشت زیلا نشستند نمیخواهند که نه در میدان باشند و میخواهند تنها در اینجا کارهای انجام بدن، تشویقات زیادتر برند، مردم فهمونند با مردم صحبت انجام بدن. همون تمامی که برآمد و صحبت هایی که ما در شبکه‌های یوتیوب و ارنا کلاسیک فیسبوک همینجا در تقسیم کردن صحبت های ما را از شبکه‌های یوتیوب گرفته و بسیار وسایل اخباری هستند که درباره آشکارشوی این جنایت‌های خانواده رحمانوف صحبت میکنند، از اینها را پخش کنند و در وسایل اخبار عامه یک استراتژی است برای ما اگر یک استراتژی مردمی که در میدان خشونت دیدن میخواهند، یک مردمی که در وسایل اخبار عامه میتونند که مبارزه برند، میتوانند ویدیو رولی کنند، میتوانند صحبت ها کنند، دعوت ها کنند. دعوت کردن باید در ما استراتژی احمد مهمی ما باشد. برادرایی که خشونت هم در میدان میخواهند ببینند میتونند دعوت هم بکنند پنهانی به نام دیگر تخلصی خود، میتونن در دیگر جا مبارزه خود برن، دعوت کنن. در شبکه‌های فیسبوک زیادتر بچه‌ها را من دعوت میکنم که در اینجا زیادتر کار کنن. همه ما و شما مقصد ما یک است، ما میخواهیم که رحمانوف از بین بریم، باید که مردم را بیدار کنیم، مردم را زیادتر دعوت کنیم، مردم را ترسش کنیم که مردم توانند حقیقت طلب کردن. بچه‌هایی که واقعا در میدان میخوان خفیه هستن، اینها بیاین علاوه صحبت میکنیم انشالله که اون بچه‌ها کارشان عملشان تماما مخفیانه صورت میگیرد، چون که ما عملیات ضد تروریستی بر ضد حکومت تروریست امام علی رحمانوف چیکار میکنیم؟ مخفیانه میگذرانیم که تا اینکه این حکومت تروریست و اکستریمیست بالای مردم حمله نکند، هجوم نکند، برای این خاطر این مخفیانه گذرانده می شود. و دوستان عزیز باید که در همه دور و زمان در همه حالت آموده شوید. برادر دیگر گفتن که کی انقلاب می شود و کی همین کارو می شود تا 20 سال نکشیم شد. انشاءالله برادر عزیز نزدیک آمده است، فقط کمی شما نزدیک شوید، یک قدم مونید، قدم آخران به انقلاب است، نزدیک مانده است، فقط یک قدم دیگر میمونیم ما و شما در انقلاب دست بالا میشویم. یک قدم دیگر به انقلاب مانده است، کمی دیگر وقت مانده است برادر عزیز. ما و شما بیاین در همین دوره قبط به قبط بیستیم، قبط به قبط بیستیم. انشاءالله الرحمن خداوند برای ما و شما انقلاب نصیب روزی میگرداند. دعا کنین از خداوند، انشاءالله خداوند از خودش این دیگرش توقیع میکنه. جسورانه با نیتی پاک، با نیتی نیک، با نیتی آینده سازی کشور برخیزید. انشاءالله که ما این کشور
آباد میکنیم، ما این کشور را زیبا میگردانیم. این کشوری محبوبی عزیزمان را در نزد دیگر خلق ملت ها یک کشوری پیشرفت ترقی کرده معرفی میکنیم انشاءالله به امر الله تعالی. به همین خاطر شما کوشش کنید که درباره ما، درباره مردم تاجیکستان، درباره شهروندان مردم تاجیکستان یک جا شویم. مرحمت دیگر سوال باشد از شما خیلی خواهش میکنم که یک سوال مطرح کنید، یک سوال ما جواب گردانیم. سلام علیکم اکبر شرف الدین. ما همینجا بچه یک 20 نفریم از لوم و اکد تاجیکستان. به فکر شما تاجیکستان رویم خوبتره که یا استانبول پیش شما رویم. همین یک مسئله میدادید التماس ما جالتن خواهانم. سلام علیکم برادران اهل اسلام. برادر گرامی، اولا از خداوند خواهان آنم که این برادر عمر علی نهال آزادی را در باغ ملت ما شناندند. میخواهم از خداوند که این به درخت بزرگی تبدیل یابد و ثمره‌های شیرین برای ملت مظلوم ما تهید. و بعدا میخواستم پرسیدم برادر عزیز به حد ممکنات بیان میکردید درجه واجناستی همین میتینگ در ترکیه و ثمره های آن برای این راهی پیشگرفته ما و شما برادر اهل اسلام چقدر مهم است؟ مهم بودن امروز یک گریه‌مایی که بر ضد رژیم تروریست و اکستریمیست امام علی رحمانوف که در سنه 24 مارس سال 2015 در شهر استانبول ساعت 14 در نزد سفارت در نزد کنسولگری جمهوری تاجیکستان در شهر استانبول صورت میگیرد. مهم بدن این برای مردم، اول اینکه ما در نزد جامعه جهانی نشان میدیم که ما امروز طلب حق کنستانی که داریم این کرده ایستاده ایم. اول اینکه و دویم مسئله ای که مشکلاتی که ما داریم مشکلات آزاد کردن محبوسان سیاسی است، استعفای حکومت امام علی رحمانوف است، مسئله مرگ عمر علی قوتوف است، مسئله دزدیده شدن مقصود ابراهیم از مسکو است و مسئله برادرانی که در فدراسیون روسیه به حبس گرفته شدند مسئله آنها است و مسئله وضع بد بودن وضع حقوقی مردم تاجیکستان است و مسئله سطر حجاب خواهران است، مسئله 10 قانون در ضد دین اسلام است. این مسئله ها برداشته می شود. مهم بدن این برای ما باز هم ما را دوباره در عرصه بین المللی برای حقوقهایمان، برای پایمال شدن حقوقهایمان دوباره چی میکنه؟ سربلند میگردیم. ما تلاشمندی آزادی خواهی هستیم. ما از رژیم دیکتاتور خسته شدیم و بازم خاطررسان به جامعه جهانی میکنیم که ما در روزهای نزدیک این انقلاب هایی که در خارج کردیم و تاجیکستان میکشانیم و مردم تاجیکستان حمایت کنیم و آشکار میکنیم که ما چنین یک رژیم دیکتاتور و تروریست داریم و در آینده همه اینها باعث دستگیری جامعه جهانی میشود و امروز هم گرچنده که جامعه جهانی دقیقاً این برای هر یک مردم معین مشخص کرده است که رژیم رحمانوف دیکتاتور است، رژیم رحمانوف تروریست است، رژیم رحمانوف حکومت تاجیکستان را غصب کرده است. این برای اینا معلوم است. برای همین امروز ما آمدیم گردهمایی برقرار میکنیم به خاطری که میگیم که حکومت ما غصب شده است از جانب یک الله. ما میخواهیم که فساد اداری از تاجیکستان برکنار کرده شود. ما میخواهیم در حکومت تاجیکستان حکومت دموکراسی و مردمی باشد.
ما بیانگر اراده منبعده خود در این نزد سفارت هستیم. باید از هر یک جوانمردی که ما رو گوش میکند برای ادامه مبارزه خود برود در ترکیه با این برادرها یکجا شود. من بعد ما در ترکیه یک پایگاه اپوزیسیونی خود تشکیل میکنیم که از همونجا بر ضد این رژیم مبارزه خود میبریم. پایگاه خود در اونجا درست میکنیم و اعتراضا و درخواستای خود از همونجا بیان میکنیم. بیاید در همینجا یک دست شویم، یک حرکتی، یک مشقتی، انشاءالله که ما و شما به مقصد، به هدف میرسیم. انشاءالله امیدوارم که دوستای عزیز روز 24 مارس سال 2015 ساعت 14 با وقت استانبول در نزد کنسولگری جمهوری تاجیکستان در شهر استانبول حضور داشته باشید و مسئول این کار ولی صابر و برادر با نام چگیوارا در اینجا حضور دارند هستند و میتوانید با دیگر مدیراتورها این شخصیت را پیدا کنید، با آنها زنگ بزنید و حتی تلفن دستیشان را هم برای شما در بالای همین عکس نوی تاجیکستان نوشتن که تا شما دسترسی با آنها داشته باشید. انشاءالله امیدوارم که برای ما و شما در مبارزه یک نتیجه خیلی ثمرانات میتد و باز هم این آگاه کردن جامعه جهانی از ظلم و ترور رحمانوف در شهر استانبول است. تشکر ایجاد، مرحمت، دیگر سلام باشد. سلام علیکم آقای شراف‌الدین. مقصد از ما برای دعوت برای همین همسایه دولت که همین محمود خدای بردیوف که در روز که تاجیکستان است رنگ همین برادران رنگ استاد همین را دعوت به همین کانال کردن، شما چی میگی؟ مقصد یک بار دیگه از شما. در اینجا فتنه نه فتنه. ما کارلکش خلاص شه بود پیش بزنه چیگه پیام هم توجیکا مردن اختی یکان توجیک نیسته که محموده چون کیرا فراد نینه. برادر عزیز، سرزمین تاجیکستان برای تمام مردم تاجیکستان است و ما دشمن یگانه ما این امامعلی رحمانوف است و این اولاد است و این خانواده است و این دامادهای رحمانوف است. به همین خاطر ما دشمن هیچ یک نفر نیستیم. اول اینکه و دوم همین که این یک کانال آزاد است، این یک شبکه آزاد است. هر نفر میتواند وارد شود، هر نفر میتواند عقیده خود، اراده خود آزاد بیان کند. یعنی کانال آزاد است. ما آزادی خواهیم. ما دشمن ما امامعلی رحمانوف است. دشمن خلق ملت دولت تاجیکستان این اولاد رحمانوف است. این خش تباری ابخ رحمانوف است. این حکومت تروریست رحمانوف است. این حکومت افراطگرا و اکستریمیست رحمانوف است. برای این خاطر این کانال ما آزاد است. هر نفر میتواند صحبت خود بیان کند. هر نفر میتواند مخالفت کند. هر نفر میتواند با من مخالفت کند. هر نفر میتواند با یک دلخواه یک نفر مخالفت کند. آزادی آوردیم ما اینجا. نه آمدیم اینجا که ما محدودیت وارد کنیم برای این یا آن کس. به همین خاطر این یک آزاد است و دشمن ما هیچ کس ما غیر امامعلی رحمانوف. سرزمین تاجیکستان یک اولاد دشمن داره. این اولادی امامعلی رحمان است.
ما باید در مقابل این اولاد، این شیطانی حرامزاده رحمانوف چیکار کنیم؟ مبارزه. تمام و سلام. محمد برادر دیگه سلام. Так, бародари Шарофиддин, ҳамин Акил Дозҷон Атоулло оппозитсионери рақами 1 ҳисоб мешуд. Ман салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Акай Шарофиддин, ина мо тайёрем барои ҳами чӣ карданам. Мо ина чикор кунем? Ина дар Туркия ҳами қашанг мегуфтем кай митинг эълон мешавад ки мо биёем. برادر عزیز گرامی، در ترکیه روز 24 مارت یعنی روز سه‌شنبه می آمد ساعت 2 ساعت 14 در نزد کنسولگری جمهوری تاجیکستان در استانبول صورت میگیرد. مرحمت با برادر چیگوارا و دیگر دوستان یک جا شدید. اگر اونجا یک جا شدید با اونجا دوستا هستند. صابر ولیف مخصوصا رهبریت در همون قلمرو ترکیه به عهده دارد و میتونید به اون برادر بشنید صحبت انجام میده و برادر چیگوارا هم اونجا حضور دارد و اونها میتونید صحبت خودتون انجام میده و برای چی کار کردنتون میتوانید که دیگر دوستا دیگر برادرها اطرافتون جمع کنید. میدان میبرآمدگید میدان ببرو، میدان نمیبرآمدگید مبارزه در چی وقت در شبکه‌های اینترنتی ببر. امروز فعلا ما در یک حالت آرام در یک حالت قرار داریم که ما همچون چی هستیم؟ همچون در یک حالت آرام مبارزه شدید در قرار نداریم. فردا در مبارزه شدید قرار میگیره. مردمی که در میدان است، مردمی که بیرون از میدان است که در اینترنت کار میکنند باید اینترنت بودگی 100 مراتبه 1 ساعت 2 ساعت خواب روانو زیادتر در اینترنت چیکار کنند؟ مبارزه برند. همین شب و روز باید که ما شدید مبارزه بریم. همین شب و روز باید تمام مردم رو بخیزانیم، تمام مردم رو خبر کنیم. کمترین باید که اشتراک کنیم و زیادتر در اینترنت مبارزه بریم. این ما از شما خواهش میکنم که واقعا اگر که بهبود زندگی مردم رو میخواهید، اگر دینتان با اون حجاب خواهرتان میسوزد، با دینتان میسوزد، با ایمانتان میسوزد، با تحقیر شدن اعتقادتان میسوزد، کمترین اشتراک کنید و مبارزه را زیادتر ببرید. این اینجا ایمانداری است، این اینجا مبارزه است، این اینجا در مقابل ظالم تروریست تو چیکار میکنید؟ مبارزه میبرید. بهترین راه حق با چی است؟ سخن حق در مقابل ظالم گفتن. به همین خاطر برادرایی که استانبول میخواهید، استانبول ساعتی روز 24 مرحمت بروید، میاتون را بندید، مردان آور در میدان حرکت شروع کنیم. انشاءالله که این رحمانوف کمترین فرصت قدی ما شما از بین میبریم. انشاءالله خدا خواهد، انشاءالله خداوند این دیگر همشه بود میکنه. جسوری ما و شما، صداقت ما و شما در کند. باید ما چقدر صادق باشیم با هم دیگر. انشاءالله که دیگر همش درست میشه. مرحمت برادر عزیز، دیگر سلام باشه. بهمدیم چرا نماز قضا نکنیم شما؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر شرافیدین گدایف، من یاد سوال دارم. در تاجیکستان برادر عزیز همین ریشاور همین سطری چی را کردی؟ من کردگیانش داره همین قپن یا با پریزیدنت یا دیم و سیم بار اشتراک کردی بسوده میرم. همین برادر چی گفتنیه؟ برادر این از سال 2010 علاقه لایحه قانون آماده بود و این شروع کرده. اول شما را کم ترک سخت گرفتن، بعد با کمتر سخت ترک، بعد آمدن همین ریشکاتون قبیده
ریشتون چیندن. کدامی که اوستا بلند کردی بردن در ترمات 10 سال شنودن 5 سال شنودن دیگری دیدی تلخه پلخت کفید. خوش درافت یکی تاکی ریش مرا میشنه رفتی خود ریش قوق تروشدی پیش از اونی که حکومت بتروشه. ترسیدی ای ترستا لرستا. خیلی گفتی مرش همی ریش مر هیچ گب نداره. رفتی. ظلم و ستم فساد در جامعه بسیار شد. خیلی گفتی 100 نوبتش همی یک در نوم یافتیتم من هیچ کده کار ندارم. همی سرمت همی آخر میمونم نام خوردن میگیرم هیچ کده کار ندارم. همی رحمانو چی کاری میکنه همی ملت بکنه. با دوباره آمد بسرته. این دفعه آمد گفت که همی خواهری تو چیکار میکنه همی ایجابا میپوشه. همی چرنگی میمون کدگی است. همین گپا را گفتم. این مقامات دارم گفتم. گفتن همین فرهنگی ما نیست. چی میکنه همین را میپوشن؟ همین در مکتب ها نپوشن همین را. خیلی گفتیم خب منش در مکتب نپوش دخترم همین بچه هم همین مکتب در نپوشن میرم. همین زن در اداره کار میکرد میگفتی زنک همین حجاب تا بکش همین در اداره کار تو. هیچ مشکل نداره. این روز هم گذشت. در قبیله تن خواهرتن گفتن حجاب تا بکش. ای مکتب این طرف روسو بیستن. در حجاب تا قبیله ای ره قبیله سن حجاب خواهرتن گرفته سن. ای ره قبیله. در تلویزیوناشون 4 تا ابله احمقی اوباشا آوردن پول قطی. دستشون دادم گفتم بگه که ما فاحشه‌ایم با حجاب پوشی ما بهتر و خوبتر ما با این راه فاحشگی پول کار میکنیم. یعنی که ما حجاب پوشیم ما ارزش ما زیادتر است در فاحشه‌گری. خواهراتون آوردن گفتن که این خواهر شما که حجاب داره یعنی همین فاحشه است. نمونه حجاب آوردن در فاحشه ها برابر کردن. فردا خواهر تا از قدی ره میقپن میبرن همه کار باش انجام میتن سطرش هم میکشن میگیرن تلخه پلخت میکفه که برای بگو که این خواهر من است. بخاطر از روز اول ترسیدی. از روز اول چیکار کردی؟ خاموش نشستی. نبر آمدی همون روز اول همون میلیسه که همین کار باز انجام میتن جواب شبتی که همین رفتگیش روش درست کنی که با همون جهنم هم بروه. نکردی همین کارا جسور اجازت نداد. همون ترس را همون درون در جخی. همون ترس بود که امروز مردمی تاجیکستان در همین حال روز آمد. ما امروز دعوت کردیم که این مشکل بالای ما آمد است. این بدبختی بالای ما آمد به خاطر چی؟ به خاطر ما شما ترسیدید. مرگ زندگی را از رحمانوف دیدیم. امر خداوند یک طرف گذاشتیم رحمانوف امر کرد گفتیم لبای یک پیانوسکا یک الکش یک التر یک دجال امر کرد گفتیم لبای جنابی عالی شکرانه شما. این گفت گفته در این روز رسیدیم. با ترخمی با مخاجرت با همه بدبختی رسیدیم به خاطر چی؟ یک چی؟ به خاطر ترس. دیوار ترس بشکنن رحمانوف یک موش میشود در پیش ما. یک موشی نفکک میشود با اولادش. یک موسرن یا موسر یا موسرن یا انسان نیستن. مردانوار در مقابل اینا خیسن در کار. امروز با قوتانه جسورانه خیسن در کار در مقابل اینا. انمی جماع شما برد میکنیم. اگر که این کار نکردیم امروز از ما و مردم بیناموس از ما و مردم بیشرف از ما و آدم بی خدا دیگر پیدا نمیشه.
امروز جوانمردان برخیزند به خاطر ناموسشان، به خاطر وجدانشان، به خاطر حق کنستیتوسیونیشان. امروز جوانمردان هستند. ما امروز دعوت کردیم که بیاین زیر یک پرچم برای آزادی و آبادی، برای حق و حقوقی پدر و مادر، خواهر و فرزند خودمان در این راه مبارزه می‌کنیم. ما آزادی خواه هستیم. امروز بیایید تن به تن یک جا مبارزه ما را دوام میدیم. این فقط این فقط ترس بود من و شما را شکست. این ترس بود من و شما را به این روز حال رساند. این ترس بود که من و شما امروز در این حال روز رسیدیم. انشالله از ناامیدی ها بسا امید است، پایان شب سیاه سفید است. انشالله ما به این سفیدی ها، انشالله ما به این پیروزی ها میرسیم. انشالله خدا دعا کنه که مردمی مظلوم تاجیکستان غیرت بده، جسارت بده، توانمندی بده. انشالله ما و شما در این راه پیروز سربلند میگردیم. مرحمت برادر. دیگه سوال باشه. برای چی امروز دوزیان عطاالله خاموشی پیشه کرده است؟ زیلو برامده وحشه اومن گپ نمیزند. اگر دیگه نرفتی دوزیان عطاالله بیشتری برادر یک سال دارم که خشافین السلام علیکم آقای شراف‌الدین. می‌خواستم از شما پرسم که قوت حضرت علی و حضرت عمر را به شما یاد خدا نگهبان شما باشد. ما از پس شما همه وقت تیاریم. کایهایی که باشد جان خود را در کار شود برای مادر و وطن و دین و مذهب خود تیار ما. خدا قوت یاد برکت یاد نگهبان شد. ما همه وقت در حق شما دعای دولت میکنیم انشاءالله. السلام علیکم برادر آقای شراف‌الدین. من به شما یک چی گفتنیم. همی کورشیدگی شما با من همی اطفتی همی گفت هفته نکجون در مسجد ما در شهر خوگانتپه همی از طرف همی ظالم آوردن. وقتی که همی سطر همی رو من کردن آوردن در مسجد یک فایشه رفتی یک مرد دیگه یک حروم دیگه در مسجد ما آوردن گرفتنش بهش زیناکاری کردن برادر. بعد منتا اوپر گروپ آمد کپیدن ورم بعد برآوردن در تلویزیون امیر اعلام کردن که مثالی نه در مسجد
هم خیلی میکنن انامورا در بالای گناه یمی اگه انامورا مثال نام مرده که بدکارا گرفتیان نماز خواه فکر کردن گفتن که ملایم ما همین کارهای پریزیدنت باشه کارهایی که باشه همین را ما دامه گفتیم پدن علت همین بفکر من. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز اکای شرف بیدین یک سوال داشتم. برادری عزیز همین روز 24 انشاءالله که در شهر ترکیه میتینگ میشوه همین میتینگ نمیشوه که با مثال با کانال روسیه با کانال تاجیکستان پخش کرده شود زپیس شای اکا جونو اکا یک سوال یک جواب بوجه ششم سوال شد برادر جونو بهتین اما استاد زروین جواب تیان التماستون میکنیم برادر جونو مرحمت کنین استاد زروین در سوال جواب تیان. تشکر اجازه برادرای عزیز گرامی. مسئله برادر دودو جان عطاالله انشالله برادر در بعضی مسائل سیاسی که آنها خیلی تجربه خوب دارن و بعضی ملاقات ها هستن و چگونه که شما میتونید ما به نزدیکی یک انقلاب انجام دادنی هستیم در تاجیکستان و برادر بعضی مسائل که هستن با راههای خود حل کرده ایستادن انشالله که حتما در روزهای نزدیک و بعد هستن که وقت پیدا میکنن با دوستا برادرای شما برادرها صحبت انجام خواهند داد. در مسئله مسجدی که زینا شده است البته این کارهای حکومت است و این نقشه یک ساله نیستن برادرها و این همه عمل کرده هایی که یک مولا با یک زن زینا میکند و این انجام میتد اینا همه یک تشکیل کننده هستند. اینا یک دختر پول میتن میروند سر یک آدم خیلی کار میکنن و این مایل میکنن تا اینکه چی کنن همین حالت صورت بگیرده همون دختر همین کارا ثبت کنه. در این دختر جایش میشه تا 100,000 یا 50,000 دلار میگیرد یک عمل انجام میده و غیر از این برادر عزیز بسیار از این کارا به خاطر بدنام کردن دین اسلام و بدنام ساختن مردم مظلوم تاجیکستان است و تلویزیون های تاجیکستان امروز به یک تلویزیون های پارنایی تبدیل یافتگی است. خیلی دیگر حکومت تروریست افراطگرا شد تلویزیونش هم به چونی صورت میگیرد جامعهش هم در جامعهش هم چونی یک فسادهای پیاده میشود و همین خاطر امروز ما بحری پیشکن کردیم همه گونه این عمل ها هستیم. یک برادر دیگر و برادرای عزیز ما در همینجا برنامه‌مون به آخر میرسونیم چون وقتی جدا کشیده ما به آخر رسیده است و انشاءالله فردا ساعت 8:30 با وقت مسکو باز در تماس میشویم و انشاءالله که سوالای شما رو باز فردا جواب میگردونیم و از همه شما یک خواهش دارم که در حق استاد گرامی خدا رحمت و مغفرت کنند عمر علی قوت فکی ما و شما را در این روز و در این ساعت آورده رساندن در حق این برادر دعای خیر بکنین در حقش نماز خوانده ببخشید انشاءالله که خداوند برای هر یک شما جزای خیر میگرداند و برادر عزیز در حق مردم مظلوم تاجیکستان دعا کنید در حق مردمی که امروز در نبرد انقلاب برآمدند در حق اونها دعا کنید و از شما خواهش میکنیم که در شبکه‌های اجتماعی ادنا کلاسیک فیسبوک مبارزتون از زیاد کنید خیلی خواهش میکنم از شما دوستانه برادرانه برای مردم کمک کنید برای گروه نه برای حرکت نه برای مردم مظلوم تاجیکستان باعث برین برای من هیچ عمل شما برای من شخصا لازم نیست هر عملی میکنین برای مردم انجام بدین هر کاری که میکنین برای مردم و برای دین و برای راه حق برای خدا و از برای خدا باشد هر کار شما از شما خیلی خواهش میکنم دوستانه دار همین در شبکه‌های ادنا کلاسیک فیسبوک پیشاتر کار کنید بچه‌هایی که کاریکاتور کرده میتونید بچه‌هایی که ویدیو رالی کرده میتونید همین زحمت بکشید انقلاب با زحمت میآید شما دیدید که در یک راه انقلاب استاد گرامی ما و شما شهید شدن جان دادن ما و شما هم باید که چی باشیم عبرت گیرنده باشیم از اینا
باید ما شما شبانه روزی زحمت بکشیم که خداوند این درجه و این روزا را برای ما شما مشرف میسر بگردانه. در حق ما برادر دعا کنیم، در حق